گوش بده، فکرشو بکن، جلوی در بهشتی و منتظری وارد بهشتی، دورو برت شلوغه، کسایی که دوستشون داری کنارتن، پیامبران روبروتن، رسول الله علیه السلام، آدم، یوسف، ابراهیم، اسماعیل، موسی، عیسی علیهم السلام روبروتن. تو حدیث اومده که رسول الله علیه السلام از همه زودتر میاد در بهشت رو میزنه. آره، در بهشت رو میزنه. داریم میریم بهشت. هنگامی که اهل بهشت وارد بهشت میشن و اهل جهنم وارد جهنم، مرگ رو میارن، در بین بهشت و جهنم قرار میدن و ذبح میکنن و صدای میاد: ای اهل بهشت، بعد از این مرگی وجود نداره. ای اهل جهنم، بعد از این مرگی وجود نداره. اهل بهشت خوشحالن و اهل جهنم در غم و اندوه. خدای ما رو از عذاب جهنم نجات بده. خوشحال باش تویی که میری بهشت. دیگه فقر، دیگه مرگ، دیگه هیچ چیزی به سراغت نمیاد. دیگه دچار غم و اندوه، دچار غم و ناراحتی نمیشی. خوشحال باش. در اون لحظه قلبت از شدت شوق برای دیدن الله میتپه. داریم میریم الله رو ببینیم، داریم میریم کسی رو ببینیم که زیبایی را آفریده. نظرت در مورد الله چیه که چقدر زیباست؟ خدایا لذت دیدنت رو نصیب ما کن.